بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از مسائلی که در حوزه احکام به اون پرداخته شده و اهمیتی داره مسئله نحوه اثبات اول ماه قمری هست. مخصوصا این مسئله وقتی که ما نزدیک میشیم به ماه مبارک رمضان یک رنگ و بوی دیگه میگیره و اهمیت خودش رو بیشتر نشون میده. 4 تا روش وجود داره که برای من یقینی بشه و اثبات بشه ورود ماه مبارک رمضان تا بتونم نیت ماه مبارک رمضان کنم و شروع کنم به روزه گرفتن. اول راهش اینه که خود من هلال ماه رو ببینم. یعنی شب قبل رفتم استهلال کردم به عبارتی و جستجو کردم، هلال اول ماه رو دیدم. وقتی که خودم هلال اول ماه رو دیدم برای خودم یقین میشه و اطمینان حاصل میکنم که امشب شب اول ماه مبارک رمضان هست و از فرداش باید نیت ماه مبارک رمضان بکنم و شروع کنم به روزه گرفتن. روش دوم، به هر دلیلی من خودم نتونستم ماه رو ببینم، اون هلال اول ماه رو نتونستم ببینم، یا کاری داشتم، مشغله داشتم، نتونستم برم، یادم رفت برم استهلال کنم و ماه رو ببینم، یا نه اصلا رفتم ماه رو ببینم استهلال هم کردم ولی ندیدم. 2 نفر عادل به من خبر دادن که آقا ما ماه رو دیدیم. در این صورت همچون برای من اطمینان حاصل میشه و یقین حاصل میشه، برای من فردا میشه ماه مبارک رمضان. فقط 2 تا شرط داره. یکی این که این 2 تا بزرگوار، این 2 تا عادل وقتی به من خبر میدن در توصیف ماه با همدیگه اختلافی نداشته باشن. دوم این که مثلا یک مثال اگر بخوام بزنم، عده زیادی رفتن برای استهلال ماه، هیچ کدوم از اینها ماه رو ندیدن غیر از این 2 نفر. در این صورت هم برای من یقین و اطمینانی حاصل نمیشه. راه سوم برای اثبات اول ماه اینه که یک عده‌ای به من خبر بدن که ما ماه رو دیدیم و یقین میکنم که اینها ماه رو دیدن و برای من هم اطمینان حاصل میشه و یقین حاصل میشه و ماه مبارک یا اول هر ماه قمری بر من اینطور اثبات میشه. راه چهارم، در صورتی که 30 روز از ماه شعبان بگذره، روز 31 میشه اولین روز ماه مبارک رمضان. چون ماه قمری ما بیشتر از 30 روز نداریم، هر ماه قمری یا 29 روزه یا 30 روزه. ماه شعبان اگر 30 روزش تمام شد، روز 31 قطعا میشه ماه مبارک رمضان و باید من نیت ماه مبارک رمضان بکنم و شروع کنم به روزه گرفتن. تقدیم بکنیم صلواتی به محضر مقدس آقا و صاحب